دقیق و بی‌طرفانه. رادیوی آزادی در امروز 107.4 FM. سلام، صدای ما را از رادیوی امروز میشنوید. مولا رجب یوسفی هستم با تازه ترین خبر و گزارش های امروز. ساعت در دوشنبه 8. حدود 400 شهروند ازبکستان که برای ملاقات با رئیس دادگاه عالی این کشور در نوبت بودند، روز 15 اوگوست دروازه را شکستند و به صحنه دادگاه وارد شدند. یک شاهد حادثه با نام شوکت یونوسوف گفت که مردم از نوبت پایی طولانی در هوای گرم طاقت فرسا خسته شده به خشم آمدند و دروازه را شکسته خود را به داخل زدند. ساکنان داد و فریاد می‌زدند و تلاش می‌کردند که به قبولگاه رئیس دادگاه عالی راه یابند. این واقعاً یک هجوم بود، افزود یونوسوف. به گفته او در این کار خود کارمندان دادگاه عالی ازبکستان عیب دارند، زیرا مردم را مجبور می‌کردند که پشت دروازه در هوای گرم ساعت‌ها انتظار شوند. همصحبت‌های بخش ازبکی میگویند ساکنانی که دروازه دادگاه عالی ازبکستان را شکستند تنها می‌خواستند به قبول رئیس دادگاه راه یابند. یگان نفر آنها به بنا یا اشیاء دادگاه آسیب نرساند. آقمراد رجبوف، سردار پیشین خدمات محافظان پرزیدنت ترکمنستان، 10 اوگوست در زندان وفات کرد. او سال 2007 با عیب دست داشتن در جنایت‌های اقتصادی به مهلت 17 سال زندانی شده بود. به نوشته مرکز حامی حقوق مموریال روسیه، مقامات جسد رجبوف را به خانواده‌اش سپردند. آقمراد رجبوف سر از سال 1985 بخش محافظت شخصی پرزیدنت را در کمیته امنیت ملی ترکمنستان بر عهده داشت. گفته می‌شود که بعد مرگ پرزیدنت سفرمراد نیازوف در ماه دکبر سال 2006 رجبوف در انتقال قدرت به پرزیدنت فعلی ترکمنستان قربانگلی بردی محمدوف نقش کلیدی داشته است. 5 می سال 2007 رجبوف در رابطه با کار دیگر گذشتن از مقامش برکنار شد. بعداً او را در تشکیل گروه‌های جنایی عیبدار کردند. ترکیه و ایران در یک سفر کم نظیر مقام نظامی تهران به انقره روز 16 اوگوست علیه رفراندوم استقلالیت کردستان که ماه آینده در عراق برگزار می شود مخالفت شدید نشان دادند. به نوشته مطبوعات ترکیه، از زمان انقلاب اسلامی ایران در سال 1979 بار اول است که رئیس ستاد نیروهای مسلح ایران به ترکیه سفر کرد. رئیس ستاد نیروهای مسلح ایران جنرال محمد حسین باقری روز 16 اوگوست در انقره بعد دیدار و گفتگو با پرزیدنت ترکیه رجب طیب اردوغان از نتیجه ملاقات اظهار قناعتمندی کرد و گفت بحث‌های بسیار خوبی انجام شد، موافقت‌های زیادی صورت گرفت، هم در خصوص همکاری‌های نظامی و هم در مورد مسائل امنیتی و امنیت مرزهای مشترک دو کشور. رئیس ستاد نیروهای مسلح ایران گفت هر دو طرف این موقع را دارند که رفراندوم استقلالیت کردستان در عراق می‌تواند کل منطقه را ناآرام کند. عراق از سازمان ملل متحد خواست که در جمع‌آوری شهادت‌های احتمالی جنایت علیه بشریت که گروه تندرو دولت اسلامی صادر کرده است کمک کند. در یک نامه که روز گذشته پخش شد، ابراهیم الجعفری وزیر امور خارجه عراق گفت نیروهای حکومتی که چند پیش موصل را از جنگجویان داعش آزاد کردند شهادت جنایت‌های مدهش با شمول کشتارهای دست جمعی، بردگی جنسی و تخریب گنجینه‌های باستانشناسی را آشکار کردند. او گفت که بریتانیا در تهیه قطعنامه به شورای امنیتی سازمان ملل متحد برای ایجاد تحقیقات بین المللی علیه داعش کمک میکند. به دنبال خروج چند نماینده حزب جمهوری خواه از شوراهای صاحبکاران در نزد کاخ سفید، پرزیدنت آمریکا دونالد ترامپ این دو نهاد مشورتی را پراکنده کرد. نمایندگان شورای صنعتی، فروم استراتژی و سیاست با شمول افراد مربوط به تجارت‌های بزرگ در حال عضویت خود را در این شوراها قطع کردند که ترامپ در زدخورد شارلوتسویل نه برتری طلبان سفیدپوست بلکه همه طرف را گناهکار اعلان کرد. در رابطه با پراکنده شدن شوراها، ترامپ در توییترش نوشت که به جای فشار آوردن به این گروه بهتر است آنها را برهم دهد. نشر دیدگاه‌های مختلف و متضاد 107.4 FM. فیلم مستند وزارت امور داخلی تاجیکستان که در آن ایران در سرمایه‌گذاری قتل چندین چهره‌های سرشناس تاجیک گناهکار دانسته می‌شد با 4 زبان ترجمه و در اینترنت پخش شده است. محمد وفا رضازاده گزارش را ادامه می‌دهد. این فیلم 45 دقیقه‌ای که شام روز 8 اوگوست طریق شبکه اولی تلویزیون دولتی تاجیکستان به زبان تاجیکی نمایش داده شد، روز 17 اوگوست با زبان‌های ازبکی، روسی، انگلیسی و عربی به پورگی ترجمه شده در شبکه‌های اجتماعی از جمله در فیسبوک، یوتیوب و ادنکلاسنیکی پخش شده است. چندی از سامانه‌های خبری که هویت مالکانشان معلوم نیست نیز این فیلم را با 4 زبان نشر کردند. اما مقامات وزارت امور داخلی تاجیکستان روز 17 اوگوست در صحبت گفتند
که فیلم از سوی این نهاد ترجمه نشده و معلوم نیست که کی این کارا کرده است. چون فیلم به شبکه‌های اجتماعی هم راه یافته است، شاید کسی این کارا کرده است، گفت عمر جان امام علی، سخنگوی وزارت امور داخلی تاجیکستان. نمیدونم کدومش اون شبکه‌اش بود 5 شده بود اون قضیه کدا باشه من نمیدونم اون 5 شده تفسیر هم داد اساس دیگه نمیدونم. وزارت امور داخلی تاجیکستان شب 8 اوگوست در این فیلم مستندش ایران را در سرمایه‌گذاری قتل چندین چهره سرشناس تاجیک از جمله سفرعلی کنجایف، رئیس پیشین شورای عالی و حدود 20 افسری پایگاه 201 روسیه در سالهای 92 متهم کرده بود. وزارت ادعا کرد که این قتل‌ها با سرمایه ایران و با دستور عبدالحلیم نظرزاده معروف با نام حاجی حلیم صورت گرفته است. در این مستند گفته میشد که هدف از کشتار کنجایف افزایش بدبینی بین مردم علیه حکومت بود. وزارت کارهای داخلی در فیلم مستند شهادت 3 گمانبر را نمایش داد که آنها همچون یاران حاجی حلیم نام برده می شوند. هر کدام آنها در بازپرسی مقامات اعتراف کردند که در سالهای 90 برای آموزش جنگ و استفاده سلاح یک مدت در قم و گرگان و مشهد و تهران تمرین گرفته صاحب شناسنامه ایرانی شدند. در پی نشر این مستند سفارت ایران در تاجیکستان ادعاهای مطرح شده در این فیلم وزارت امور داخلی تاجیکستان را رد کرد و گفت از نشر چنین فیلم متاسف است. روز 17 اوگوست نشریه فاینانشال تریبون از قول اردشیر نوریان، یک عضو مجلس ایران، گفت که پشت مستند تاجیکستان نیروهای ایستادند که میخواهند ایران و تاجیکستان را جنگ اندازند. گفته است نزدیک شوی اخیر تاجیکستان با عربستان سعودی و وعده‌های پشتیبانی مالی این کشور از دوشنبه یک سبب دیگری بر شدن روابط تاجیکستان با ایران شده است. گزارش محمد وفا رضازاده را شنیدید. یکی از هنرمندان زن در افغانستان گفته است که علیرغم مخالفت‌های محافظه‌کاران روز شنبه 19 اوگوست کنسرت خود را به مناسبت روز استقلال آن کشور برگزار خواهد کرد. این هنرمند گفته است که پول به دست آمده از این کنسرت را به بجا شدگان جنگ‌های داخلی در آن کشور خواهد بخشید. جای برگزاری این کنسرت به دلیل امنیتی اعلان نشده است. شهلا گلخواجه در این باره جزئیات بیشتر می‌دهد. اوریانو سعید به خبرگزاری ریترز گفته است که با وجود تهدیدها در این کنسرت اشتراک می‌کند. تکنون 4000 بلیت فروختیم و از این معلوم می شود که مردم موسیقی، رقص و شاد بودن را چقدر دوست می دارند، افزوده است. و اوریانو سعید گفته است پول این کنسرت را به بجا شدگان حمله اخیر در دهه میرزا آلنگ نویه سیاد ولایت سری پول می دهد. در این حمله مشترک طالبان و یک فرمانده دیش حدود 60 نفر کشته شدند. اوریانو سعید در یک پیام ویدیویی در صفحه فیسبوک پرسیده است که مردم افغانستان چرا در جشن استقلال خود نباید شاد باشند. دیگه مملکت هم اسلامی هستن، مسلمان هستن، ولی موسیقی دارن، هنرمند دارن، تلویزیون دارن، خوشی و لبخند خودم میکنن، میلی خودم میکنن، جشن استقلال خودم میگیرن. ما چرا نگیریم؟ ولی مخلصان اوریانو سعید گفتند که با وجود خطر و تهدیدها در این برنامه هنری اشتراک میکنند. یک تن از کاربران فیسبوک با نام بهار سوهلی نوشته است که پیشگیری از کنسرت اوریانو سعید حمله به هویت همزنان و آزادی می باشد. و گفته است ما اجازه نمیدیم که این کار صورت بگیرد و من به این کنسرت خواهم رفت. اوریانو سعید که طرفداران و مخالفان زیادی دارد در سالهای اخیر فعالیت‌های چشمگیر در عرصه موسیقی و هنر آوازخوانی افغانستان داشته لقب کیم کارداشیان افغانستان را به خود گرفته است. کیم کارداشیان ارمنی اصل یک ترو و هنرپیشه مشهور آمریکایی میباشد. اوریانو سعید یکی از داوران مسابقه اخیر استوره افغان در کابل نیز بود. اما لباسی که در کنسرت اخیر خود در پاریس به تن کرد برایش جنجال آفرین شد. منتقدان این لباس را که از روی بدن او را برجسته ساخت مخالف سنت‌های اسلامی و افغانی عنوان کردند. او بالاخره مجبور شد نوار ویدیویی سوزاندن این لباس خود را در رسانه‌های اجتماعی نشر کند. این هنرمند افغان گفته است کشورش مشکلات زیادی دارد که باید حل شود. شهلا گلخواجه بود که درباره یک هنرمند زن در افغانستان گزارش میداد که با وجود مخالفت‌های محافظه‌کاران می‌خواهد کنسرت خود را در این کشور برگزار کند. صحیفه ما را در یوتیوب با نام آزادی ویدیو مشاهده کنید. آزادی ویدیو نمای از واقعیت‌های روز است. شما خبر و گزارش‌های رادیو آزادی را روی موج 107.4 FM در پیشنهاد من مولا رجب یوسفی شنیدید. تفصیلات بیشتر این مطلب ها را می توانید در این سراغ azadi.org بخوانید و تماشا کنید. رادیوی آزادی در امروز 107.4 FM.